نماز تراویح خونده، مردم خوندن، اصول اسلام موافقه، فقط در جماعت و یک جا کردن، این که نمیشد بدعت شرعی. ولذا میگم نعمت البدعه به خاطر لغوی بودنشه، نه به خاطر اینکه خلاف قواعد شرعه. اما اون چی که خلاف قواعد شرعه به نظر ما اونه که برادران شیعه استحداث کردن از زنجیرزنی، نمیدونم نوع خانی و این چیزایی که ما باشون اختلاف داریم. و ایشون فرمودند که طبری به نقل از شیخ الاسلام ابن تیمیه که طبری در کتاب خودش موضوع نقل نکرده، با وجود خود امام طبری میگه که من این کتاب قبول ندارم، من هرچی شنیدم نقل کردم، به خوانندگانه، ولی چنین سخنی نمیتونه از ابن تیمیه باشه. ولی من خواهش میکنم از آقای قزوینی وقتی که مطالب رو از اهل سنت نقل میکنن دقیق نقل بکنن، یعنی استشهادها و برداشتها و فهمهای خودشون به اهل سنت نسبت ندن. ابن تیمیه محاله چنین حرفی رو به این شکلی که ایشون نقل کردن بگه. راجع به کتاب الامام و سیاست من فکر 2 دقیقه من تمام شده. راجع به کتاب الامام و سیاست که ایشون میگن که متفق علیه، این حرف درست نیست. بسیاری از اهل سنت این مطالب الامام و سیاست از ابن قتیبه هم نمیدونن، بلکه میگم که شیعیانی کتاب نوشتن و به ابن قتیبه چسبوندن، به دلیل که سخنان دیگر ابن قتیبه در کتاب دیگرش به تفاوت نیست با این حرفاش که در اینجا. آقا مولانا وقت شما تمام شده. خیلی ممنون آقا، متشکرم. خدا حافظ. ممنون هستم که مؤدب بودید. خدا کنه که همیشه اینطوری باشید آقای مولازاده. جناب نقوی و همچنین بینندگان عزیزی که ارتباط تلفنی داشتن با شما و اون تا بعد اجازه بدید که در خدمت جناب حسینی قزوینی باشید. در خدمتتون هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما اینکه جناب آقای ملازاده سوالاتی رو طرح کردن و اینکه این سوالات چگونه بوده و اینها و ایشون در شبکه خودشون که چقدر نسبت به ائمه مخصوصا نسبت به ساحت مقدس آقا ولی از ارواحنا فدا که عقیده مسلم و قطعی میلیون ها شیعه در جهان هست، ایشون داره هر روز اهانت میکنه، جسارت میکنه. حالا میگن از کوزه برون همان تراوت که دروست و ما بنای این که ایشون بیاد روی ایر نداریم و به هیچ وجهی هم من از جناب آقای نقوی هم تقاضا دارم. خب ایشون ولو مؤدبم که باشه، بینندگان عزیز ما تحمل شنیدن صدای ایشون رو ندارن. خب ما نسبت به ملازاده یک جلسه ما حتی یک مناظره با خود ملازاده داشتیم، آقایان گفتن در همون شب 200 نفر جوان وهابی در آمریکا شیعه شده بودن. حالا من نمیخوام اینها را آمار بدم و الا خلاصه آمار بخوام بدیم مثنوی 70 من کاغذ شود. خب وقتی مناظره بشه ثابت بشه که آقا اینها همه دروغ، افتراست، حرفایی که اینها علیه شیعه میزنن هیچ اساسی نداره، خب اینها دیگه از نان خوردن میفتن، دیگه کاری ندارن، اینها حرفی برای زدن ندارن، دکانشون بسته میشه. بله. ولذا اینها حاضر نیستن بیان برای شما عرض کنم چه کنن؟ مناظره کنن.
مثلا ما حدود 4 سال 5 سال قبل بود یک مناظره با آقای ملازاده داشتیم در شبکه سلام، رسما در بایگانی شبکه سلام هم هست. در همون شب 200 نفر اهل سنت و وهابی فقط آمریکا در یک شب رسما تشیعشون اعلام کردن. اجازه حرفم بزنم؟ بفرمایید. آزادید شما. آقای قزوینی، من به عنوان اهل تسنن از کردستان زنگ میزنم. بله. چرا شما موقعی که آقای ملازاده شما با هم صحبت کردید با کانال هدایتی تو کانال هدایتی کانال سلام، بله. اونو چرا نشون نمیدی؟ تو باید نشون بدی که واقعا بدیم راست میگی نه دروغ. ما اینکه گفتید که چرا اون برنامه رو که ما داشتیم پخش نمی کنیم، خب ما یک محظوراتی داریم چون در یک شبکه‌ای پخش شد. اگر بخوام یک برنامه اونجا یک شبکه دیگه پخش کنیم باید مسئولین اون شبکه اجازه بدن و مجری مشکلاتی بعدن براش پیش آمد و غیره. و ما خودمونم خیلی دوست داشتیم که هم با آقای ملازاده بحث داشتیم اونه پخش کنیم در اینجا، هم با جناب مرادزهی اونجا بحث داشتیم، ولی یک سری محظوراتی ما داریم. محظوراتمون رو دیگه خلاصه ما را معذور بدارید. چند کمی خواستم از کنم خدمتتون یه اسم شبکه ها را نبرید. بله بگید یکی از شبکه های وهابی. بله در این شبکه که آقای ملازاده اینطور جریحانه به مقدسات ما توهین میکنن، اگر واقعا حوزه به شرف داره بیاد واقعا بحث بکنه، حرف منطقی بزنه. چرا توهین میکنه این همه؟ واقعا من وقتی چندین بار برنامه‌های ایشون رو نگاه کردم واقعا اصلا یک شبم به قول معروف آخر رسیده. واقعا یه کاری بکنید و ایشون رو بیش از اندازه رسوا کنید و خلاصه. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. بعد شما جواب نکنه. ممنون. البته من از بینندگان عزیز تقاضا میکنم دارن زنگ میزنن اسم شبکه رو نبرن، اسم افراد رو هم نبرن. این فردی که نامش رو میبرید اصلا فضای شبکه ولایت رو آلوده میکنه. این فرد به قدری پست و رذله که اصلا یعنی من معتقدم اسم شیطان رو 1000 بار بردن بهتر از اسم همچه افرادی که جز فحش و اهانت هیچی بلد نیستن. حالا من نمیدونم پدر مادرش اینطوری تربیت کرده یا نه. حالا انشالله من همینجا عرض میکنم این آقایان دست بردارن از دولت عربستان سعودی و از سرانشون. امیدوارم انشالله حرف من به گوششون برسه. قطعا هم من برای مفتی اعظم چیز میکنم، فکس خواهم کرد. من دارم رسما اعلام میکنم جلوی اینها را بگیرن. اگر نگرفتند بدانند که خلاصه ما اگر به قول اون رومان بگیره دیگه به هیچ وجهی خلاصه ملاحظه‌ای نخواهیم کرد. جلوی این اشرار را بگیرن، این لاطائلات و این مطالب نادرست و خلاف را تو این شبکه ها پخش نکنن. در غیر این صورت ما مقابله به مثل میکنیم، کاری میکنیم که کارستان باشه. رسما اعلام کردیم اگر مخصوصا این آقای حیدری که حتاکترین انسان شاید تاریخ معاصر باشه وقتی میاد جسورانه حرف میزنه نسبت به حضرت مهدی ارواحنا فدا به 400 میلیون شیعه اهانت میکنه، مقدسات 400 میلیون رو به باد استحضا میگیره. خب اگر تو واقعا راست میگی مردی یا بحث علمی کن. تو که عوض میخوام مثل سگ داری فرار میکنی از مناظره، حاضر نیستی بیای پای مناظره بنشینی حرفات رو بزنی. اگر واقعا تو راست میگی مطلب داری
تو بحث علمی بکن یا مناظره کن تا مردم بدانند که شما هیچی ندارید، مشتتون خالی هست. کارشناسایی که میارن حتاکن، فحاشی بلدن، غیر از فحاشی چیزی بلد نیستن، اصلا با اونا حاضر نیستیم کوچکترین جمله بگو مگو کنیم یا در این به قول شبکه کلمه خبیثی که حضرت عالی چیز کردید یا شبکه های دیگر به قول بی صفا و برای شما عرض کنم کدر که جز نفاق چیز دیگری ندارن. این آقای به قول ملازاده که بعضی ها میگفتن به قول شیطان زاده، ما نمیخوام جسارت کنیم، جز فحش اینا بلد نیستن. امام صادق هم فرمود اون کسی که خلاصه فحش میده و ابایی ندارد فحش میده و فحش بشنوه، بدانید بر این که یا شیطان زاده هست یا خلاصه مادرش در به جای این اهانت ها، به جای این جسارت ها، به جای این حتاکی ها نسبت به مقدسات شیعه، بیایید با هم کنار یک میزی بنشینیم، مشکلات رو با گفتگو حل کنیم. شما مگر نمیگویید شیعه مشرکه، شیعه کافره، مراقد ائمه بتخانه هست، آقا ولی از ارواح نافدا وجود ندارد، موهو نیست؟ خب همین ها رو بیارید ما در کنار یک میز بنشینیم با هم گفتگو کنیم. اسمش مناظره نمیگذاریم، اسمش میگذاریم گفتگوی دوستانه. بگذارید مردم قضاوت کنن، به جای این که برید پشت درهای بسته حرفهای بی اساس، بی ربط، دروغ، بهتان، افترا بزنید. خب بیاید چهره به چهره مردم ببینن، حرف ما را بشنون، حرف شما را هم بشنون. باز لیستی که همکاران عزیزم دادن و گویا آقای ملازاده با ما تماس گرفتن ولی مثل قطع کردن. ما خیلی دوست داشتیم ایشون هم بیاد و یه صداشون رو تلفنی بشنویم ولی خب اونا قطع کردن که صلاح ندونستن. ما بارها بنده گفتم ایناشی صندلی حاضره اینجا، تشریف بیاره آقای قاسمی. آره یه فری رو درست بخونه بعد تشریف بیاره اینجا و بدون هیچ چیز دیگه، هیچی هم نمیخوام ازش، نه روحانی نه همینجا با هم دیگه مثل بنی آدم حرف بزنیم، مردم بشنون. نه یوتیوب میخواد، نه لپتاپ میخواد، هیچی نمیخواد، بشین با هم دیگه مثل بقیه انسان ها که با هم دیگه حرف میزنن. اون موقع از بنده ایراد میگرفتم شما چون با آیت الله سیستانی بعد گفتید ما با شما مناظره نمیکنیم. مگه شما وکیل مدافع سیستانی هستی؟ اینها همش دلیل بر فرار از مناظره بود، به هر بهانه‌ای میخواستن که مناظره نکنن. الان هم به هر حال ما هم دریوزگی مناظره نمیکنیم، فقط برای اتمام حجته. الان ما به مناظره هم نیاز نداریم. از دفتر ایشون با شبکه جهانی ولایت تماس گرفتن، شماره و صحبتشون هم ثبت هستش. تماس گرفتن برای مناظره، خود ایشون تماس نگرفته، از شبکه از دفترشون تماس گرفتن. در هر حال اگر هم تماس نگرفتن مشکلی نداره، ایشون هم میتونن الان گوشو بردارن تماس بگیرن با شبکه و به هر حال موضوع رو مشخص بکنیم، موضوع رو بیان بکنیم و زمان برگزاری مناظره با ایشون رو هم فراهم بکنیم. هیچ مانعی برای ما وجود نداره، هر کس که میخواد به این میدان بیاید. همین برای خذلان شما کافیه که اولین گامتون با دروغ شروع شده. گفتی که ما با دفتر ملازاده تماس گرفتیم و از دفتر ایشون تماس گرفتم که این دروغ محضه، ما کسی نداریم که تماس بگیره اصلا. میگه که میایید بفرمایید، پس حرف ما رو ثابت کردید، چرا قبلا فرار میکردید؟ استادتون چرا فرار میکرد؟ ما بودیم که در زیر فرماندهی شما اومدید، شما هم میترسید که بی باشه. الان هم حاضری تلویزیون استاد فارسی، تلویزیون ولایت با هم پخش کنه، با هم همه چیز مثل مردم ببینن. راجع به امام زمان تو پخش کنید، ما میگیم شما مشرکید. راجع به توحید و شرک از دو تا هر کدوم میخواید انتخاب کنید. راجع به توحید و شرک که اصل دعوت انبیاست، از همه چی مهمتر. اگر نه لب دینتون امام زمانه، اگه این بت زده بشه چیز از تون نمونده، دیگه چی میگید؟ با شما بچه ها نه، با بچه ها کسی مناظره نمی کنه. استادتون حاضره یا هر مرجعی از مراجع شیعه، کسی که در تشیع تخصص داشته باشه
و ارزش گفتگو داشته باشه، یا مهمتر از اون مراجع. چون آقای قزوینی از مراجع اجازه داره. شما کی هستید؟ من نمیدانم تا چه اندازه صحت دارد یا ندارد که انشالله این اخبار دروغ باشه که در بعضی از خبرها آمد که بعضی از دختران از ایران، از استان سیستان و بلوچستان به عنوان جهاد نکاح رفتن و خیلی از عزیزان ما از این عمل براءت جستند و گفتن مایه شرمندگی است برای ما. علی ای حال عزیزان اهل سنت، آقایان وهابی ها، حداقل یه مقداری دقت کنیم، ما گوشزد کنیم، ما عزیزان مولوی ها، عزیزان ما مستاها در خطبه های نماز جمعه و در سخنرانی ها اعلام کنید که این فتوای ضد قرآنی، ضد اسلامی، ضد بشری است و اینها بیغیرتی این افراد رو نشان میدهد و گرفتار کردن جامعه به فحشا رو نشان میدهد. دشمن هم همین رو میخواست. سابقه نداره آقای سلیمانی در هیچ شبکه وابسته به اهل سنت بیان نیم ساعت یک رو شبکه را در اختیار یک عالم شیعه قرار بدن. تشریف شما اینجا 2 سال ما صحبت می‌کنیم. رسانه ملی، ولی این اتفاق حتی در رسانه ملی هم جناب آقای سلیمانی اتفاق نیفتاده. تلویزیون ولایت و اینکه بنده بارها گفتم اینجا تلویزیون وسار فارسی است از لندن. گناهی بزرگ تلویزیون شما الان رو تلویزیون ما مستقیم پخش میشه. این بود که این بزرگواران در برابر من دکتر ملازاده هستم. اونطور که حضرت عالیه اشاره فرمودید من این رو تکذیب و شما رو به چالش می‌طلبید. حتی نسبت به 99 بله، تلویزیون ولایت رو به چالش می‌طلبید به خاطر اهانت‌هایی کرده. الان داریم پخشش می‌کنیم. پخش مستقیم شما رو ما داریم پخش می‌کنیم. بفرمایید با هم حرف بزنید. فحاشی اهانت میگه آقا من خودم نشدیدم من اینطوری میگن. خب عزیزان ببینن یک بزرگواری مثل حضرت آیت الله سلیمانی میاد اینطور زیبا عالی از مردم منطقه و از حق و حقیقت دفاع میکنه. بعضی از عزیزان ما که یه مقداری دقت نظرشون رو ما انتظار داریم، ما قصد جسارت نداریم، قصد اهانت نداریم، ولی انتظارمون است که این عزیزان هم یه مقداری نحوه حرف زدن رو از بزرگوارانی مثل آیت الله سلیمانی یاد بگیرن. این دیگه بالاترین جمله که من میتونم آقای سلیمانی کار ببرم. بسیار ممنونیم حضرت استاد، حضرت آیت الله سلیمانی. اگر حضرت عالی نکته پایانی دارید شنونده آماده هستم، بفرمایید. بیشتر مزاحم شما نشیم، از مطلب شما خداحافظی کنیم. الو حضرت آیت الله سلیمانی، دوستان اتاق فرمان. بله، ظاهرا تلفن خیلی حضرت آیت الله سلیمانی پشت خط ماندن. ما شرمنده این بازی نکن آقا، تلویزیون رو به سر فارسی با شماست، بازی نکن. خداحافظی ما را از همینجا بپذیرند و تشکر میکنیم. این موضع روشن یک عالم اهل سنت هست بزرگی که در منطقه سیستان و بلوچستان و در منطقه زاهدان به عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم اون منطقه هستند و امیدواریم همین توصیه هایی که حضرت آیت الله سلیمانی داشتن همه بپذیرند و انشاءالله همه این قضیه رو ارج بنهند و همونطوری که ایشون فرمودن این قضایا دیگه تمام بشه و صحبت دیگه همینجوری نگه میداره و وصله نمیکنه. من میدونم. اجازه بدید که بریم و میان برنامه‌ای رو به اتفاق رفت میان برنامه برای فرار کنه. شما بینندگان عزیز همراه خواهیم رفتی برای میان برنامه فرار کنید. شما رو موزگیری های شما رو خواهیم
بیا رفتن میان برنامه کار کنن آقایون رفتن میان برنامه تلویزیون رسال فارسی که آمد رفتن میان برنامه منتظر میمونیم اشکالی نداره آقایون رفتن رو میان برنامه تلویزیون ولایت آقایون تلویزیون ولایت زلالت اطلاعاتیه رفته میان برنامه فرار کرده رفته میان برنامه فوری با یه تلفن رفت میان برنامه دیگه دارم مشورت میکنم چیکار بکنم شورای ابلیس سلام علیکم بفرمایید ایران نه رفت میان برنامه دیگه نمیاد تا قطع نشه نمیاد بله بفرمایید بله ملازاده هستم بفرمایید باشه امشب یه اتفاق جالبی افتاده که من فکر میکنم برای اینکه خستگی بینندگان عزیز بعد از این بحث‌های طولانی کاملا در بره بد نیست که این فردی که پشت خط تلفن هست ما وصل بکنیم چون ایشون شهره به ادب هست و همه شیعیان و اهل سنت ایشون رو انسان کاملا مؤدبی میدانن لذا تماس گرفتن که در رابطه با ادب در شبکه ولایت صحبت بفرمایند. جناب آقای ملازاده عرض سلام و ادب و احترام به شما. سلام بر اهل هدایت و من راجع به ادب صحبت نکردم و شما هم نخواستم که راجع به ادب به من چیزی یاد بدید. خب جناب راجع به اهانت شماست. بله خب میدانم جناب ملازاده اجازه بدید من زنگ زدم سلام علیک من کردم سلام کردید بعد بذارید من سوالم طرح بکنم شما صحبت بفرمایید دیگه روان داره هر شبکه‌ای شما با شبکه ما تماس گرفتید باید شبکه ما باشید اجازه می‌فرمایید سوال کننده بنده هستم شما نیستید. خب شما با شبکه ما تماس گرفتید پس باید اجازه بفرمایید که روال برنامه ما اجرا بشه ما با شما تماس نگرفتید اجازه می‌فرمایید برای که من سوال می‌کنم نه که شما سوال بکنید. بسیار خوب جناب ملازاده من شما می‌دونید دکتر عبدالرحیم ملازاده چی؟ دکتر عبدالرحیم ملازاده ما دکترای شما رو از کجا بدونیم از کجا گرفتید روی سایت از کره شما گرفتم دکترا از دانشگاه لبنان گرفتم اینا مسائل نیست کدام دانشگاه وزارت ابوشالی ایران هم میدونه وزارت ابوشالی ایران هم میدونه موضوع اینه که ایران چطوری از تسلط به تشیع رفته بذارید بقیه هم ببینن این حرفا رو بنداز دور اطلاعات بازی رو بنداز دور حرف من اینه که شما به اهل سنت ایران اهانت میکنید چرا آقای دکتر اجازه میفرمایید من صحبت کنم بعد شما صحبت بفرمایید. آقا اسم درست بگیر دکتر عبدالرحیم ملازاده جناب آقای دکتر عبدالحمید عبدالرحیم ملازاده اجازه میفرمایید من صحبتمو بکنم یا القاب دیگه ای رو هم باید بگم که بتونم با شما صحبت کنم؟ اگر مؤدب باشید اگر محترم باشید بله حاشیه نرو شما به اهل سنت ایران اهانت کردید باید عذرخواهی بکنید موضوع اینجاست. خب آقای ملازاده اگر شما میخواهید همینطور صحبت بفرمایید ما نمیتونیم با هم صحبت کنیم اگر میخواهید که طبق روال صحبت بکنیم با هم اجازه بفرمایید که من موضوع رو تبیین کنم بعد فرصت به شما میدم شما صحبتاتون رو بفرمایید. پس نیم دقیقه برای من اجازه بدید که شما صحبت کنم. اجازه بفرمایید من موضوع رو تبیین بکنم. اجازه بفرمایید شما تماس گرفتید گفتین میخواین درباره نکاتی که پیش آمده و به قول خودتون بی‌ادبی هایی که حضرت آیت الله قزوینی کردن صحبت بفرمایید. اول یه سوال اینجا مطرحه کسی که میخواد منع رطب بکنه میتونه خرما خورده باشه یا خیر؟ آقا ما اینجا 1000 بار شما رو دعوت کردیم نیومدید تفسیری الان که خودمون اومدین حاشیه نرو روز اولی تلویزیون ولایت شروع شده اجازه بده روز اولی تلویزیون ولایت شروع شده من زنگ زدم شما گفتی زنگ نزنید توهین میکنی به همه
اومدی در رابطه با ادب صحبت بکنی. ادب مداره آقا چه توهینی داره قصدی کردم گفتم بچه بوته من توهین نکردم. ایشون زنهای بروچه میگه که جهاد نکاح میکنن. اینا ایشون زنهای بروچ اهانت کرده، به زنهای پیغمبر اهانت کرده. حرف ما اینجاست. چه حاشیه‌ای؟ اللهیاری هم بارها گفته، حضرت آیت الله قزوینی گفتن اگر در مناظره جناب آقای اللهیاری شکست بخوره، آقای اللهیاری رو قبول دارن؟ باشه اللهیاری رو قبول دارن؟ بله جناب اللهیاری به عنوان اینکه در حد کافیه همین کافیه. اجازه بدید آقا اجازه بدید آقای اللهیاری رو قبول داره؟ آقای اللهیاری رو قبول داره؟ ببینید آقای اللهیاری رو از این لحاظ ما قبول داریم. آقای اللهیاری هم مثل شما انسان حتاکیست، انسان بی‌ادبی. اگه شما قبولش دارید ایشون رهبر اگه شما قبولش دارید ایشون رهبر شما تهمت میذاره که ما خجالت میشیم نه بکنید. لحاظ قبول نداریم. آقا آقای اللهیاری مرجع شما، آقای اللهیاری مرجع شما به رهبر شما اهانت میکنه که اگر قبولش دارید به شما به رهبرتون اهانت میکنید. اگر شما آقای اللهیاری رو قبول دارید ایشون به رهبر شما اهانت‌هایی میزنه که ما از نقدش خجالت میکنیم. آقای ملازاده شما از بس جفسازی کردی حتی در کلام معمولیت هم نمیتونی تعادل داشته باشی حضرت عالی. خیلی هم متعادلم از این گستاخانه چون جواب نداری. صحبت من اینه که شما اگه آقای اللهیاری رو قبول دارید یه لحظه گوش کن. اگر آقای اللهیاری رو قبول دارید آقای اللهیاری به رهبر شما تهمت اخلاقی میزنه که ما از نقلش خجالت میکشیم، از نقلش. پس اللهیاری نماینده شما نیست. انگار شما جدا یا شبکت آقا حاشیه نرو، اطلاعاتی حاشیه نرو. وارد گفتگو شو. آقای ملازاده شما چرا بذار من سوال میکنم، شما که اهانت میکنید برای مذهب اهانته، توهین میکنه به مقدسات اهل سنت، توهین میکنه، اصلا مورد قبول ما نیست. به حتی مراجع افتراض مذهب شماست، باید مذهب شماست. افتروا علی اعدائکم و شهروهم و بهتوهم. شما از مجلسی یاد گرفتید که دشمنانتون افترا بزنید، تهمت بزنید، دروغ بگید. این مذهب شماست. وقتی آقای قزوینی تهمت میزنه و مذهبش عمل میکنه، وقتی آقای خمینی تهمت میزنه و مذهبش عمل میکنه، مذهب شما مذهب مهمیه. ولذا ما میگیم بیای از راه قرآن اینا رو حل کنیم. قرآن میگه تهمت نزنید، قرآن میگه احترام نزنید، قرآن میگه غیرت نشده. آقای ملازاده این دوستات توی سوریه جهاد نکاح رو انجام دادن یا ندادن؟ این جهاد نکاح شما تراشیدید و دستگاه اطلاعاتی دنیا. نه این جهاد نکاح شما با دستگاه‌های اطلاعاتی دنیا ساختید بر علیه مجاهدان راستین اهل سنت. ولی این جهاد نکاحی که شما این جهاد نکاحی که شما جعل کرده اید با دستگاه‌های دروغی و تبلیغاتی دنیا برای بدنام کردن مجاهدان اهل سنت، شما اونها رو میکشید و دوباره از در اخلاقی اونها رو ترور میکنید. خودتون در اونجا اونها رو میکشید و از در اخلاقی اونها رو ترور میکنید. لیکن این جهاد نکاح به جهاد مطلع شبیه، نه جهاد اهل سنت. داره یک فردی است که ادعا میکنه. ما قبول نداریم. ما عزیزان اهل سنت واقعا چرا جواب نمیشیم؟ چرا میترسید؟ شما نمیپذیرید. چرا جواب نمیشنوید؟ چرا صدامو قطع میکنید؟ الان صدا شما پیش ما منتشر میشه که خودش دکتر کرده و میبینید که خودش دکتر کرده، میترسه که مردم ببینن مولوی دکتر نمیدونم چی. حالا من القاب دیدید صدا رو قطع کرده، حفظ بکنم چون صدا رو قطع کرده. اگه مردی بیاد آقا شما زنگ بزن. خب آقا شما زنگ بزن شما حرف بزنید. لطف بکنم چون ایشون همین چند لحظه‌ای که صدا رو قطع کردن کفایت میکرد که بینندگان که مرجعشون شده اللهیاری که رهبرشون مفهوم میگه. باز نهارشون خجالت میکشید. ببینید که روز اول که من زنگ زدم گفتن زنگ نزنید. روز اول الان صدا رو قطع کردن. خجالت بکشید. دو تا لش مونده، حرف برات نیست میزنه. خجالت بکشید.
قافیه که به تنگ آید شاعر به جفنگ آید. دیدید قدرت گفتگو ندارید، دیدید حاشیه میرید، دیدید که در اصل موضوع هرگز نمیتونید وارد شید، دیدید که چقدر زبون و خار و ذلیلید، با یک تلفن میری میان برنامه، با یک تلفن فرار میکنی، آخرش هم بیاد از اخلاق و ادب حرف میزنی. آخوند پلیدی که ملتی را اهانت کرده بش، همسران پیغمبر رو قبل از هر ملتی اهانت کرده، این از حرف از اخلاق میزنه و حرف از ادب میزنه. ولی اگه شما مردی زنگ بزنید اینجا خودتون، خود قزوینی، همچنان که ما مردان رو بیشون میایم تو دهنتون میزنیم. الحمدلله الحمدلله. همه یک سونی شدن در همین برنامه 10 نفر 100 نفر. سلام بر شما خانمه. اگه اجازه بدین اسممو نگم. اشکال نداره بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت بودشکن تاریخ معاصر و پدر گرامی ما آقای دکتر ملازاده. سلامت باشید. لطف دارید. من 22 سالمه و 4 ساله که به لطف خدا مذهب دروغین تشیع رو کنار گذاشتم. الله اکبر الله اکبر. زنده باشی. و نمیدونم چه کار خوبی انجام داده بودم که پیش خدا لایق این هدایت بودم، ولی خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم و خوشحالم که الان به جای زیارت عاشورا و دعای توسل قرآن رو ختم میکنم. الله اکبر. زنده باشیم. و روزی چند صفحه از قرآن رو با معنی میخونم. از همسرم خیلی تشکر میکنم که در کمال صبر کامل به تمامی سوالات من پاسخ داد و منو کمک کرد. الحمدلله. زنده باشید. لطفا برای خانوادم دعا کنید، لطف میکنید که اونا هم راه درست رو انتخاب کنن. خداوند شما را سرمنشأ هدایت اونها و پیشانتون قرار بده. نه شرک ربطی به این منبت نداره. شرک مدد خواهی از غیر خود گنبد درست کردن شرک نیست که، یه بدعت کوچکیه، یه بدعت کوچکیه. دقت بکنید. اما شرک مدد خواستن از غیر خداست. مشکل اینجاست. اینو باید در قلبها درست کرد، این فکرها رو باید درست کرد. یعنی چه گنبد باشه چه نباشه، چه گنبد باشه چه نباشه، مادامی که قلبها ایمان مسلمانان درست نباشه خود غیر خدا کمک میطلبن. چرا خدا رو فراموش میکنه؟ چون احتمالا نشناختنش. اگه کسی اسماء خدا رو بشناسه، صفات خدا رو بشناسه، به سراغ دیگری نمیره خود به خود. ولی چون عقیده اسلامی در میان مسلمانان ناشناخته، یک ارثی بردن، مثل مسیحی ها که دین ارث بردن، مثل یهودی که دین ارث بردن، مسلمانان هم الان دین ارث بردن، همینجوری ارثی. به این خاطره که شرک می‌ورزن. کاملا با این حرف شما دقیقا قبول دارم حرفتون رو. اما من الان تو کشور ایران دارم زندگی میکنم، کلیه کسانی که در اطراف من هستن شاید ذهنشون کاملا بسته شده در این زمینه که نباید غیر از خدا، یعنی غیر از خدا از کسی دیگه چیزی خواست. یعنی در کلیه ائمه ما و بزرگان ما از غیر از خدا از کسی دیگه چیزی نخواستن. اما من شاید این صحبت برای خیلی ها صحبت میکنم، منظورم اینه که هیچ یک از ائمه ما ننشستن و دست به توسل برداشته باشن و گفته باشن چون ما نوادگان پیغمبر هستیم خدا جای ما که تو بهشت دیگه ما بشینیم و دست به توسل داشته باشیم. نخیر، کلیه ائمه ما جونشون رو گذاشتن، فرزندانشون در راه اسلام فدا کردن. اما ما شیعیان من خودم نه، ولی شیعیان اسم شیعه رو دارن با این کارهای امروز خودشون خراب میکنن. شیعه واقعی کسی است که باید پیرو علی باشه، کسی باشه که باید در مقابل برای دینش، اسلامش، برای مذهبش جانفشانی کنه، نه اینکه یه جا بشینه دست به توسل ببره، دست قلب پرستی ببره.
خب این دکانی که آخوند باز کرده نه، مشکل اینجاست. یعنی آخوند آمده ائمه بزرگوار اسلامو به ذات تجاره خب قرار داده، باش تجارت میکنه، از اون سرمایه گذاری میکنه برای دنیای خودش، سوء استفاده میکنه برای دنیای خودش. مشکل اینجاه. همین بازی در مسیحیت شد، قرون وسطی مسیحیت ایجاد کرد. همین بازی در تشیع شده، الان قرون وسطی تشیع رو ایجاد کرده. مشکل اینجاست. الان باور کنید، همونطور که شما میفرمایید 90% مردم ایران و جوانان ایران اگه همینجور باش مخاطب قرار بگیرن، حرف شما رو میزنن، همین حرف زیبا و توحیدی شما رو میزنن. لیکن مانع کیه؟ مانع آخوندان. چون آخوند سود داره، آخوند در امام فروشی سود داره، نفع مادی داره. شما میدونید که هم شاه و هم شیخ از امام رضا حقوق میگیرن. این حقوق از کجاست؟ از پول بیچاره های مردم بیچاره. مشکل اینه. کاملا دارید توی الان جامعه امروزی ما این حرفا که شما میزنید کاملا هست، اما بعضی خیلی در اکثر شیعه ما کسانی هستن که پیرو ائمه هستن و فقط یکتا پرستی میکنن، اما اکثر این شیعه ندونسته دارن، بعد اون شیعه دارن توسل میجوین به نام توسل. اینها نمیدونن که ائمه از اینا ناراضیه، ندونسته. شاید اینا فکر میکنن خوشحالم، من با خیلی صحبت میکنن میگن خوشحالم که توسل میجوین به ائمه. نمیدونن که در باطن نمیدونن که ائمه شاید اون ناراحته به اینا، یعنی شاید به این شیعیان داره ائمه ما اومدن جانشون رو فدا کردن و به ما شیعه راه رفتن یاد دادن، اما ما هنوز داریم بزرگشون هی دست اینا رو داریم میگیم ما راه ببریم. اینا از دست ما واقعا ناراحتن. درست، حرفتون کاملا درست. چیکار کنیم دیگه؟ حالا من خواهش من برنامه شما خدا انشاءالله بهتون صبر بده، خدا انشاءالله همیشه کارتون موفق باشه. خب ختام مسکمون این برادر شیعه واحد ماست که شرکیات و بدعت هایی را که مردم شیعه یا بعضی از مردم شیعه انجام میدن قبول نداره و دین هم همینه، توحید هم همینه. و ائمه اهل بیت همشون تابع قرآن و سنت بودن و هیچ کدوم از این شرکیات که نداشتن، بلکه مثل خود پیغمبر باش مواظب میکردن. شبکه جهانی رساله فارسی بفرمایید، شما ایر هستید. سلام، خسته نباشید. سلام بر شما، بفرمایید. خدمت استاد خالدان سلام عرض میکنم. بعد از برنامه‌تون هم خیلی تشکر میکنم، واقعا برنامه‌تون خیلی خوبه، واقعا روشنگری میکنید. بعد خواستم بگم واقعا استادین شبقه اینا که نگاه میکنی همش از حضرت علی و همه امور دست حضرت علی، امام حسین، نمیدونم ائمه، یعنی دیگه واقعا اصلا خدا رو فراموش کردن. کدوم شبکه ها؟ شبکه ولایت به قول شما شبکه زلالت بله. درسته؟ آره دیگه همه امور دیگه به دست عمل. واقعا من اصلا نگاه میکنم اصلا هیچ اسمی از خدا برده نمیشه، همه از ائمه، حضرت علی، امام حسین، امام زمان، واقعا نمیدونم. نه بسی تعجب بکنیم، چون صفات همه مشرکین اینه که خدا رو میپرستن، گاهی اوقاتی خدا هم ذکر میکنن ولی اصل قضیه غیر خداست. اصل قضیه غیر، یعنی مثلا در فرهنگ تشیع، در جامعه تشیع میگن خدای شکر، خدا نگهدارت هست، اگر این نباشه که دیگه واه الا. البته اصل قضیه باب الحوائج عرض کردیم، ابوالفضل یا ابوالفضل یا پنجتن یا مهدی، یعنی در حالت ضروری غیر خداست. آره دیگه تو همه کارهایی که مربوط به الله میشه غیر الله رو میخونن. واقعا آدم اصلا نمیدونه، با مخالفت صریح با آیه های قرآن اصلا واقعا آدم، یعنی واقعا آدم ناراحت میشه اینجوری اینا، یعنی تا این حد گمراهن و تا این حد مثلا خدا رو فراموش کردن. حتی از پیامبرم، مثلا پیامبر هم حتی به اندازه 1000 ائمه ازشون یاد نمیکنن، فقط امام هست. پیغمبر که اصلا هیچ، بسیار کم. خیلی تشکر از تماس شما. فرمایشی دیگری داری؟ نه من ازتون تشکر میکنم، خیلی ممنون از برنامه خودتون، استاد خالدان خیلی ممنونم
حرفاشون خیلی واقعا آموزنده است. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. به خاطر این زنگ زدم برنامه‌تون. من همیشه به برنامه‌تون نگاه میکنم. خیلی هم دوست دارم. سلامت. خیلی هم حرفاتون برای ما محترمه. سلامت. من خودم شیعه بودم. بعد موقعی که ازدواج کردیم با خانومم رفتیم مشهد و اینا، بعد این عاشورا و اینا انقدر چیزا دیدیم اونجا، یعنی انقدر شبیه و فلان دیدیم، بعد انقدر دروغ مروغ. الان هم خانومم سنی شده هم خودم. الحمدلله. و قسم اسم بچه‌مونم بذاریم حضرت عمر، اسمشو بذاریم فاروق، انقدر هم دوستش داریم تا آخرش هم به پاش می‌جنگیم. ولی این شیعه هم فرصت نمیدیم که اصلا به حضرت عمر و حضرت ابوبکر توهین کنن. شما هم صحابه رو دارید و هم اهل بیت رو، هر دو رو دوست دارید. خوبیش اینه هر شیعه‌ای که سنی بشه قبلا اهل بیت دوست می‌داشت و دربارشون غلو می‌کرد، ولی یاران پیغمبر رو دشمن می‌داشت. الان دو طرف رو کسب کردید، دو طرف رو دارید. خیلی هم خوشحال شدم بازم اینجا بتونم مثل خودم کنم انشاءالله. با امید خداوند به شما توفیق بده. برنامه ما رو صفا بخشیدی. خواهش میکنم. مرسی قربانتون. سلامت و انشاءالله اگه روزی هم تونستم بیام شما رو مصاحبه کنم انشاءالله بعدا مقام میشم، میتونم اگه بیام هر کشوری باشه بازم میتونم از دستای شما میبوسم، از صورت شما مبارک شما میبوسم. استغفرالله. مرسی ممنونم. لطف دارین آقای ملازاده. قربانتون. خدا برادرتم رحمت کنه. سلامت باشید. خدا جا خود دهیست فردوس قرار بده. ما شما بشنم. سلام علیکم. لندن بفرمایید. سلامت میکنم. سلام از شما. حالتون خوبه آقا؟ خیلی متشکرم. خدمت عرض کنم با یک دنیا معذرت از اینکه وقتتون گرفتم. من از لندن به شما زنگ میزنم. مدت مدیدیه که برنامه‌های خوب شما رو میبینم و باید بگم واقعا ممنون و متشکر از اون همه لطف، محبت و از اینکه ما رو هوشیار میکنید. سلامت باشید. خدمت عرض کنم که آقای دکتر من سنم بیشتر از 70 ساله دیگه، بقیه‌شو به شما نمیگم. ولی اوورایج به قول معروف در ایران به دنیا اومدم. پدر مادرم خیلی مؤمن و با خدا بودن ولی شیعه بودن و مطابق اون زمان برنامه‌هایی که میدونین از امام حسین و امام زمان و این برنامه‌ها تا اینی که رژیم عوض شد. رژیم البته منم تابعیت میکردم چون در ایران بودم و تابعیت میکردم از تمام گفته‌های مردم. تا اینی که به هر حال رژیم عوض شد. موقعی که رژیم عوض شد من با همون سن و سالم میدونستم که خمینی حرفایی که میزنه حقیقت نداره. به همین جهت من با خانوادم که پشتی بام بودن متاسفانه در اون زمان مخالفت کردم و با همین جهت از همون زمان فامیل من با من یاغی شدن و الان مثلا میگم خواهر من در سال یه بار مکه میره، کربلا میره، حضرت رضا میره و انتظار و سفره‌های سنگین میندازه. من مخالفت کردم و میکنم. میگم این خرجایی که شما میکنید شایسته نیست. این همین فقیر فقرا در ایران هستن. شما این پولا رو که مردم رو جمع میکنید دور خودش و همه با جواهرات و این اون میان و تظاهره، کار درستی نیست. نکن، بده به فقیر فقرا. به همین جهت من میگم تو خارج از دین اسلام رفتار میکنی و فرمان واقعی نیستی و خلاصه منو ترک کردن. من به قول معروف به گروه 1001 فامیل هستم ولی الان تنها چون منو قبول ندارن و حتی به من گفتن اگر تو بیای ایران ما تو رو ممنوع خروجت میکنیم. من نمیدونم با این فامیل چی کار کنم، چگونه بهشون بفهمونم. من گفته های شما رو با جون دل قبول دارم، تمام حرفاتون با مدرک، همه حرفاتون شایسته است. در این سنم باید مدیون شما باشم که چشم گوش ما رو باز میکنید. شبکه جهانی وصال فارسی، بفرمایید شما اون ایر هستید. الو. سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. زنده باشید، بفرمایید. ببخشید من ساله‌ای هستم از شیراز. بفرمایید. مزارتون میشم. شیعه هستم، شیعه بودم هستم. دختر یه روحانی هستم، به طبقه کلمه هم صحبت کردم. الان بیننده ساعتی شما هم هستم. بعد از این تشکر میکنم به خاطر که وقت میذارید، مردم رو آگاه میکنید، روشن میکنید. واقعا فکر کن از شما اونا رو
از شام بیرون میارید. اگه واقعا یعنی از این کوتاه فکری این آخونده آدم یعنی واقعا تعجب میکنه. اگه با عرض خسته نباشید خدمت استاد گرامی حامی همیشگی ما موحدان تازه موحد شده ماشاءالله کسانی که با سخنان شما، با فرمایشات شما، با الطاف شما سلامت قبل از شما الله متعال هدایت شدیم و به دین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیوستیم. خدا رو شکر خرافات رو کنار گذاشتیم. الله اکبر. بنده هم مثل همین دوست قبلی از کسانی هستم که اولین بار برنامه شما رو